سلام بچه ها، چطورین؟ ما داشتیم بریم سر حسابی نون بخریم. ای بابا اینجا ساعت 7:50 تازه با شدم. همین بودو اینجا رفتم، یا کوچه بود دیگه. اینقدر قدم زنان و خواب پا شده بودم، خوابالو رفتم. اینجا تازه شلوغ بود، یعنی اینجا خلوت شد یه دفعه، خیلی عجیب. رسیدم دم نونوایی، به به یه نون داغ و تازه خریدم. هوام خیلی سرد بود، یخ کرده بودم، نمیدونید که مثلا لباس کم پوشیده بودم خیلی. خلاصه اومدیم، اینقدر گشنم بود نصفشو خوردم نونه رو. بعد چه اومدیم رسیدیم مغازه آقای شفیعی لبنی فروش، به دو تخم‌مرغ خریدم. بودو همینجوری رفتم خونه. جاتون خالی. یه نیمروی عسلی درست کردم، به به نشستم مخیال راحت خوردم. به به نه اینجا اومدم نشستم یه لیوان چای خوردم بعد غذا. خیلی حال میده، خیلی ها. بعدم روغنی هم که بود، وای به به به. جاتون خالی واقعا. اینجا میام، به به عجب چای. اینجا تموم شد چایم گذاشتم.